سلام دادر و خرکانی عزیز، با امید بولده خاطری شما بازی‌های شاخواری تلویزیونی آفرین را طریق شبکه پسنده‌تان به هوریستان منظورتان می‌گردانیم. پذیرا باشید. در برنامه امروز آفرین همسایه شما از کودکستان رقم 158 نوی سینوی پایتخت میخوان بازی‌های جالب و دیدنی باب را منظوری ما شما گردانند و دوستان عزیز چطور که می‌بینید دست‌ها الکی در میدان صف کشیدند و با آغاز مسابقه امروز آماده هستند. دوستان عزیز حالا فرصت اون روز است که سلام و پیام دسته‌ها رو شنویم. نخست سلامی دسته دلنوزه صدا می‌دهد. مرحمت. از دسته دلنوز به دسته فرهناز سلام. بچه عزیز اکنون بیاید سلامی دسته فرهناز رو میشنویم. مرحمت. از دسته فرهناز به دسته دلنوز سلام. دوستان عزیز همین طریق سلام و پیام دسته‌ها رو شنیدیم. حالا باشد من از دسته‌ها خواهش می‌نمایم که جایهای خود رو اشغال نمایند و با مسابقه جدی آماده شوند. من باشم تا این مدت شما رو با حکمانی برنامه و داور میدان شناس میکنم. به هر دسته من برار میخواهم. برنامه امروز را حکمان در هیئت ذهنی به حکمگذاری مینمایند. مدیر کودکستان سنیفه ازبکова و مشاور کودکستان فیضیما رحیمова. داور در میدان مربیه زمیره عزت‌اللهova. اینک با صدای شک داور شرط نخستین مسابقه امروزه بین دسته‌های دلنوزه و فرهناز آغاز یافت. و ببینید دوستان عزیز شرط نخستین ما چگونه صورت میگیرد. یعنی در دست اشتراکچیان ارو بچه با میدان برآمد از بین مانی‌ها گذشته تا آخر میدان میان و باز همینطور با مرا برمیگردند. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. این زمان برتری نصیب دسته دلنوز است و ادامه بازی رو میبینیم. ورزشکاران دسته فرهناز رو میباید که چست و چالاک باشند تا برابری حریفان خود گردند و خاطر رسانی میکنم که دسته دلنوز با لباسهای کبود و دسته فرهناز باشد با لباسهای سفید و کبود بین هم قازمایی دارند. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. اینک ورزشکاران آخرین به میدان برآمدند و پس از چند لحظه نوبت دختران دسته ها میشود. با دقت باشید دوستان عزیز. اکنون نوبت دختران و هنر و مهارت دختران را در اجرایش این شرط میبینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. دست‌ها برابر بودند و ببینید دوستان عزیز دسته دلنوزه و پیش برآمد. ادامه دارد بازی. ورزشکاران نوبتی را میبینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. دست‌ها باز برابر شدند. بازی ادامه دارد. ورزشکاران نوبتی را میبینیم. ببینید دوستان عزیز ورزشکاران دسته فرهناز کوشش کرده هستند دسته خود رو به پیش کشند ولی ورزشکاران دسته دلنوز برتری از دست دادنی نیستند و اینک ورزشکاران آخرین پس از چند لحظه غالب این شهر معین میگردد. در این شهر دسته دلنوز غالب آمد. آفرین و دسته دلنوز. اینک شرط نوبتی و ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود. یعنی در این بازی در دست پسران توپ و میدان بر اومده بالا خرک گیمناستی دویده تا آخر میدان اومده توپ را در داخل حلقه گیمناستی گذاشته باز به مرا برمیگردند. دختران نیز همین عملها رو اجرا می‌نمایند ولی توپ را گرفته به مرا برمیگردند و همینطور بازی ادامه می‌یابد. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. ادامه بازی رو می‌بینیم. برتر نصیب دسته دلنوز است و تغییرات نوبتی رو انتظار میشویم. بازی ادامه دارد. با دقت باشید دوستان عزیز. دست‌ها قریب که برابر شدند و ادامه بازی رو میبینیم. بازی ادامه دارد. با دقت باشید دوستان عزیز. ببینید مخلصان دست‌ها را چگونه پذیرایی می‌نمایند. البته پذیرایی نمودن مخلصان قوا و نیروی ناز می‌نمایند. آنها را به وجد آورده میشه را خوب زود و به خطا اجرا می‌نمایند. با دقت باشید دوستان عزیز.
ادامه بازی رو میبینیم. بازی خوب باشه دوستان عزیز. اینک پسران اخرین به میدان بر اومده و پس از چند لحظه دختران اخرین به میدان میبرن و غالب شرط معین میگرده. بازی خوب باشه دوستان عزیز. در این شرط دسته فرهنوز غالب آمد. آفرین به دسته فرهنوز. اینک شرطی نوبتی و ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده میشد. یعنی در این بازی در دست دختران ستونچه با میدان بر اومده، ستونچه رو در داخل حلقه گیمناستیک گذاشته، باز به مرا بر میگردن و میبینیم که پسران دسته ها چی کار میکنن. باز خط تماشا کنید دوستان عزیز. ورزشگاه نوبتی بازی ادامه دارد. اجراشه نوبتی رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. دسته ها قریب که برابر هستند و تغییرات نوبتی رو انتظار میشویم. اینک دخترکان اخرین بر اومدن و پس از چند لحظه پسران به میدان میبرند. بازی خوب باشه دوستان عزیز. دسته ها برابر شدند. بازی ادامه دارد. بازی خوب باشه دوستان عزیز. ورزشگاه نوبتی رو میبینیم. بازی خوب باشه دوستان عزیز. بعد دسته دینوز باز به پیش بر اومد. بازی ادامه دارد. ورزشگاه نوبتی رو میبینیم. دسته ها برابر شدن و ببینید دوستان عزیز دسته فرهنوز باز به پیش بر اومد. اینک ورزشگران اخرین و پس از چند لحظه غالب این شرط معین میگردد. دسته ها برابر هستند و در این شرط باز دسته فرهنوز غالب آمد. آفرین به دسته فرهنوز. اینک شرط نوبتی و ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود. یعنی در این بازی دختران با نوبت به میدان بر اومده، از بین کرسیچه‌ها گذشته تا آخرین میدان میان و هنگام بازگشت بالا کرسیچه‌ها می نشینند. ادامه دارد بازی. بازی خوب باشه دوستان عزیز. برتر نصیب دسته دلناز است و تغییرات نوبتی رو انتظار می شویم. بازی ادامه دارد. بازی خوب باشه دوستان عزیز. ورزشگران نوبتی به میدان بر اومدند. دسته خروکی برابر شدند. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. شما این توانید به طور خود به دسته ها با حضوری نمایید. اینک پسران به میدان بر اومدند. بازی ادامه دارد. بازی خوب باشه دوستان عزیز. بازی خوب باشه دوستان عزیز. برترین نصیب دسته دلناز است و تغییرات نوبتی رو انتظار میشویم. بینید دوستان عزیز بازیش خروش ادامه دارد. اینک ورزشگران اخرین به میدان بر اومدن و پس از چند لحظه غالب این شرط معین میگردد. بازی خوب باشه دوستان عزیز. برتر نصیب دسته فرهنوز است و در این شرط دسته فرهنوز غالب آمد. آفرین به دسته فرهنوز.
اینک شرط نوبتی و ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود. یعنی در دست دختران دسته ها سبچه، در داخل سبچه 3 تا توپچه و میدان بر اومده. توپچه رو در داخل حلقه ژیمناستیک گذاشته، داخل میدان اومده، باز به مرا برمیگردن. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز و ببینید پسران همین عملها رو اجرا می‌نمایند ولی توپ رو جمع نموده به مرا برمیگردانند و همینطور بازی ادامه می‌یابد. این زمان دسته دلناز نسبت حریفان خود در پیش است و ورزشکاران دسته فرهناز را می‌باید که چست و چالاک باشند تا برابر حریفان خود گردند. بازی ادامه دارد. با دقت باشید دوستان عزیز. ببینید دوستان عزیز ورزشکاران دسته فرهناز کوشش کرده استادند که دسته خود را به پیش کشند ولی ورزشکاران دسته دلناز برتری را از دست دادنی نیستند. آنها از غلبه کردن دارند و تغییرات نوبتی را انتظار می‌شویم. با دقت باشید دوستان عزیز. دست‌ها خیلی برابر هستند و ادامه بازی رو می‌بینیم. بله دست‌ها برابر شدند و تغییرات نوبتی رو انتظار می‌شویم. با دقت باشید دوستان عزیز. در اینجا کم یک ورزشکاری دسته فرهناز به خطاگی راه داد و محض خطاگی آنها بود که دسته آنها در رقیمون. بازی ادامه دارد. با دقت باشید دوستان عزیز و ببینید دوستان عزیز دست‌ها باز برابر شدند. اینک ورزشکاران آخرین به میدان برآمدند و پس از چند لحظه غالب این شرط معین می‌گردد. نه ببخشید بچه عزیز من در اینجا به سررسیدگی راه دادم. حالا ورزشکاران هستند. اکنون دختران آخرین به میدان برآمدند. ادامه بازی رو می‌بینیم. با دقت باشید دوستان عزیز. ورزشکاران آخری رو می‌بینیم و پس از چند لحظه غالب این شرط معین می‌گردد. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. در این شهر دسته دلناز غالب آمد. آفرین به دسته دلناز. اینک شرط نوبتی و ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می‌شود. با دقت باشید دوستان عزیز. در این بازی در دست اشتراکچیان توپچه و میدان برآمد از بین مانیا گذشته در داخل حلقه ژیمناستیک ایستاده. توپچه رو در داخل سبدها می‌پرتند و باز به مرا برمیگردند. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. این زمان برتری نصیب دسته دلناز است و تغییرات نوبتی رو انتظار می‌شویم. این زمان از دسته دلناز 4 توپچه وارد سبد گشت و از دسته فرهناز باشد 2 توپچه. تغییرات نوبتی رو انتظار می‌شویم. با دقت باشید دوستان عزیز. اکنون نوبتی دختران و ببینید دوستان عزیز دختران این بازی رو چگونه اجرا می‌کنند. ببینید دوستان عزیز دختران نیز به پسران بازی رو زود خوب و به خطا اجرا نموده استادند. با دقت باشید دوستان عزیز. تغییرات نوبتی رو انتظار می‌شویم. اینک از هر دسته اشتراکچیان آخری به میدان برآمدند و پس از چند لحظه غالب این شرط معین می‌گردد. در این شهر دسته دلناز غالب آمد. آفرین به دسته دلناز. اینک شرط نوبتی و ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می‌شود. یعنی در دست اشتراکچیان برگ‌های زیبای درختان و گویا از برگ‌ها گلدسته می‌سازند. ادامه دارد بازی. برتری نصیب دسته فرهناز است و تغییرات نوبتی را انتظار می‌شویم. با دقت باشید دوستان عزیز دست‌ها برابر حرکت کرده ایستادند و بازی ادامه دارد. ورزشکار نوبتی رو می‌بینیم. برتری نصیب دسته موضوع نشد. ورزشکار نوبتی رو می‌بینیم. برتری نصیب دسته دلناز است. با دقت باشید دوستان عزیز. اکنون نوبت دختران دسته ها. ورزشکاران دسته دلناز همانا پیشرفت هستند و ورزشکاران دسته فرهناز را می‌باید که چست و چالاک باشند تا برابر حریفان خود گردند. خاطر رسان می‌کنم که
هنگامی برابر به مرا رسیدن به دسته ها 4 خالی، هنگامی مغلوبیت به دسته ها 3 خال و هنگامی غلبیت به دسته ها 5 خالی داده می شود از جانب حکمانی برنامه. و ورزشگاه نوبتی رو میبینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. ورزشکاران اخیر با میدان بر اومدن و پس از چند لحظه غالب این شهر معین میگردد. در این شهر دسته فرهنوز غالب اومد. آفرین به دسته فرهنوز. بچه عزیز، در اینجا همه شرط‌های مسابقه امروز آفرین به انجام رسید و فرا رسید لحظه اعلام نمودن خال‌های به دست آورده دسته‌ها. موافقی با حضور حکمانی برنامه هر دو دسته صاحب 28 خالی گردیدند. یعنی دوستی غلبه کرده. احسن به هر دو دسته. حالا در همین لحظه شدی هر دو دسته از حکمانی برنامه خواهش می‌نماییم که تحفه‌های تصمیم نموده مدیریت کودکستان رو به اشتراکچیان تقدیم نمایند. مرحمت. بچه عزیز، در اینجا وقتی به برنامه آفرین داشته به انجام رسید. اگر میخواهید در بازی شاخه‌ور تلویزیونی آفرین شرکت ورزید و هنر و مهارت ورزشی خویش را به همسال خود نشان بدهید، پس با ما در ارتباط باشید. سراغ ما شهر دوشنبه، کوچه چپه 31، تلویزیونی بهارستان. تا برنامه نوبتی چست و چالاک باشید. خیر.